سرکردگان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی محیدین کبیری و کمیسر حربی حزب کوزوف میرزا رحیم کریمویچ با لقب شانه‌ای کریم امروز خود را بیگناه می‌حسابند. تابعیت و دستنگری خود را به دایره‌های مخصوص جمهوری اسلامی ایران پنهان می‌دارند. ولی سرکرده دیگر این تشکیلات امانبکов نعمت سلیمان بیکویچ سال تولدش 1971 زاده و ساکن دهه تنگ جماعت دهات سوچان ناحیه شولان ولایت مختار کوهستان بدخشان عین زمان راهبر نمایندگی این تشکیلات تروریستی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. این خیانتکار در پایتخت ایران عمر به سر می برد. همیشه از کمک و دستگیری های خدمات مخصوص این کشور برخوردار است. امانبکов نعمت با دستور و سپارش محیدین کبیری و کوزوف میرزا رحیم اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی را در قلمرو این دولت پذیرایی می‌کند. آنها را در یک جایگی با کارمندان خدمات مخصوص جمهوری اسلامی ایران به تعلیمگاه‌های حربی راهنمایی می‌نماید. روند آمادگیری آنها را برای انجام دادن عمل‌های تخریبی تروریستی در تاجیکستان نظارت می‌کند.